بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و دوستان عزیز. ما در این ویدیو میخوایم برای همه شما عزیزان آناتومی استخوان اولنا که یک از استخوان‌های تشکیل دهنده ساعد دست ما و شما میباشه اینو برای شما تشریح بکنم. امیدوار هستم که ویدیو را شما مثل همیشه حمایت بکنین، چینل ما را سابسکرایب بکنین و مثل همیشه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. خب بینندگان و دوستان عزیز، میریم با هم امروز آناتومی استخوان اولنا را در این ویدیو برای شما میخوایم تشریح کنیم. بیاییم با هم ادامه ویدیو را تماشا کنیم. عزیز، استخوان فور آرم یا استخوان ساعد دست ما و شما متشکل از دو استخوان هستند. اگر یک شخص در وضعیت آناتومیکی ایستاد باشه و طوری که کف دستای شخص به طرف پیشروی یا به طرف قلم باشه و در ساعد دست ما و شما دو استخوان شامل است که در قسمت انسی یا نزدیک محور بدن در دست ما و شما استخوان اولنا قرار داره و در قسمت وحشی استخوان رادیوس قرار داره. در این ویدیو ما برای شما می‌خوایم که تمام ساختمان هایی که در استخوان اولنا از نظر آناتومی وجود دارد تشریح بکنم و امیدوار هستم که ویدیو را تا دقیقه آخر تماشا کنید و معلومات آناتومیکی از این قسمت برای شما استفاده شده بتونه. خب دوستان عزیز، استخوان اولنا در قسمت انسی فور آرم یا قسمت ساید ما شما قرار داره و یک استخوان لانگ یا استخوان طویل می باشه، یعنی که طول استخوان نظر به عرض استخوان بیشتر می باشه و استخوان اولنا دارای سه قسمت می باشه. یک دو انجام داره که یک قسمت انجام بالاست و یک انجام پایین است و این هم بودی یا شیفت است. این قسمتی که در بالاست بینندگان عزیز ایره میگه به نام بیز یا به نام قاعده اولنا میگه و این قسمت پایین که در قسمت قرار داره ایره به نام هج یا به نام سر اولنا یاد میکنه و این قسمت از استخوان که در وسط قرار داره ایره میگه به نام چی؟ به نام شیفت یا به نام بودی استخوان میگه. ما برای شما میخوام تشریح بکنم که از قسمت بالا و پایین کدام ساختمان ها وجود داره در استخوان اولنا. خب در قسمت بالا استخوان اولنا، در بالا ما شما در این قسمت متوجه میشیم که در این قسمت استخوان اولنا همراه با استخوان بازو مفصل آرنج میسازه. اولین قسمتی که ما شما میبینیم در هر دو استخوان به چشم دیده میشه، این استخوان این برآمدگی استخوان است. ما شما میفهمیم که هر قسمت استخوان که برآمده باشه اینا به نام پروسس یاد میکنه و نام از پروسس یا برآمدگی به نام اولکرانوم پروسس میباشه. اولین قسمت استخوان اولنا اولکرانوم پروسس میباشه که در یک خالیگاه استخوان بازو میباشه که من در ویدیوهای بعدی تشریح میکنم و این در قسمت یک فوسا یک خالیگاه وجود داره که در خالیگاه داخل میشه و در پشت مفصل آرنج ما شما میسازه. خب بینندگان عزیز، این قسمت رو گفتیم به نام اولکرانوم پروسس میگم. کمی پایینتر از اولکرانوم پروسس اینجا یک بریدگی وجود داره و ما شما تشریح کردیم قبلا که بریدگی استخوان در آناتومی به نام چی یاد میکنه؟ به نام ناج یاد میکنه و این بریدگی رو میگه به نام تراکلیر ناج میگه. خب قسمت اول شد اولکرانوم پروسس، قسمت دوم این بریدگی اول استخوان میگه به نام تراکلیر ناج میگه و کمی پایینتر از تراکلیر ناج اینجا یک برآمدگی دیگه وجود داره که نام از این برآمدگی است به نام کرونوید پروسس، به خاطر که یک در قسمت استخوان بازو یک خالیگاه وجود داره به نام کرونوید فوسا، این در داخل از او مفصل آرنج در تشکیلش سهم میگیره. خب بینندگان عزیز، این قسمت رو گفتیم به نام چی یاد شد؟ به نام کرونوید پروسس. یک کمی وحشی تر از کرونوید پروسس اینجا یک خالیگاه دیگه وجود داره و این خالیگاه یا بریدگی که من با نوک قلم اشاره میکنم، این بریدگی یک بریدگی بسیار کوچک است که توسط سر استخوان رادیوس، اینجا شما در تصویر مشاهده میکنین، توسط سر استخوان رادیوس تشکیل شده و این بریدگی رو میگه به نام رادیال ناچ میگه و این رادیال ناچ متوجه باشیم که در استخوان اولنا وجود داره و چون که نامش رادیال داره به این خاطر است که توسط سر استخوان رادیوس تشکیل میشه. و کمی پایینتر از کرونوید پروسس این قسمت ما شما میبینیم در هر دو استخوان دیده میشه، هم به استخوان و هم به استخوان یک ساختمان درشت مانند وجود داره و این ساختمان درشت مانند چون که در بالای استخوان اولنا قرار داره این میگه به نام اولنر توبرزیتی میگه. اولنر خودش استخوان اولنا میشه، مربوط اولنا، و توبرزیتی یک برآمدگی استخوان که یک ساختمان درشت مانند داشته باشه این میگه به نام توبرزیتی میگه. خب بینندگان عزیز، در قسمت اپر این یا در قسمت پروگزیمال اند استخوان اولنا کدام ساختمان خاص دیگه وجود نداره. میایم به پایین به شفت یا به باجی استخوان. یک مثلث معلوم میشه دارای سه کنار و سه سطح می باشه. اولین کناری که در قسمت ما میخوایم برای شما بینندگان تشریح کنیم این کناری است که به طرف استخوان رادیوس قرار داره و چون که این استخوان رادیوس است این استخوان اولنا
در بین استخوان، در بین هر دو استخوان اینجا یک ممبران قرار داره. این میگه به نام اینتر اوسیوس ممبران یا غشای بین استخوانی میگه. و این کناره که به طرف از این استخوان قرار داره، این کناره را هم میگه به نام اینتر اوسیوس باردر یا سرحد یا کناره بین استخوانی. این میگه به نام اینتر اوسیوس باردر. و چون که در طرف وحشی قرار داره، ما شما به نام این کنارهش به نام لترال باردر هم گفته میتونیم. خب بینندگان عزیز، در قسمت انسی استخوان اولنا اینجا یک کناره دیگه قرار داره. این میگه به نام انتریور باردر میگه، چون که این باردر به طرف قدام قرار داره، به طرف پیشروی قرار داره. این میگه به نام انتریور باردر. و یک باردر یا یک کناره دیگه استخوان در پشت سر خود داره، در سرفیس یا در وجه خلفی خود داره، او میگه به نام پاستریور باردر. پس استخوان اولنا دارای 3 باردر شد. باردر وحشیش میگه به نام لترال باردر یا به نام انتروسیوس باردر و باردر قدامیش میگه به نام انتریور باردر. باردر پشت سرش میگه به نام پاستریور باردر یا پاستریور کناره. خب بینندگان عزیز، استخوان اولنا دارای 3 سطح می باشه. یعنی سطحی که به طرف پیش روی قرار داره، به طرف پیش دست ما و شما قرار داره. اگر من دست خود به قسم بگیرم، در این قسمت قرار داره. این سطح استخوان میگه به نام اولنر به نام انتریور سرفیس میگم، به خاطر که در قدام پیش روی یعنی قدام دست ما باشه. این استخوان در طرف انسی قرار داره. این سطحی که به انسی قرار میگیره این میگه به نام انتریور باردر. خب بینندگان عزیز، و در قسمت 2 باردر دیگه هم وجود داره. یک باردر به طرف انسی قرار داره، یعنی میگه به نام میدیال باردر. یک باردری که به طرف انسی استخوان اولنا قرار داره، یعنی میگه به نام میدیال باردر. و یک سطح دیگه در قسمت انسی گفتیم 3 سطح داشت. یک سطح قدامی به نام انتریور سرفیس، سطح انسی به نام میدیال سرفیس و سطحی که در پشت سرش قرار داره اون میگه به نام پاستریور سرفیس. خب در استخوان اولنا در قسمت شفت کدام ساختمان خاص دیده نمیشه. میایم در قسمت پایین استخوان اولنا. در قسمت پایین استخوان اولنا این به نام هد یا به نام سر یاد میشه. در اینجا 2 ساختمان خیلی مشخص وجود داره. یک ساختمان نیزه مانند یا یک ساختمان تیزی برآمده قرار داره. اگر میگه به نام استایلوید پروسس میگم. استایلوید پروسس به این خاطر میگه که شبیه چی هست؟ شبیه نیزه معلوم میشه. به این خاطر این میگه به نام استایلوید پروسس برآمدگی معنا میده. و این قسمت یک سطح مفصلی است که همراه با استخوان‌های موچ دست ما شما مفصل موچ دست میسازه. و در این قسمت یک ترج یا یک تماس داره همراه با چی؟ همراه با استخوان رادیوس. این است انجام دیستال استخوان رادیوس، این شد انجام دیستال استخوان اولنا. و این قسمت یک قسمتی برآمد، یک قسمت باریک و چیز قرار داره. قسمت باریکتر هست که به نام نیک یا به نام گردن یاد میکنه. پس استخوان اولنا دارای 3 قسمت شد، به نام پروگزیمال اند، به نام شفت و به نام دیستال اند. پروگزیمال اند به نام بیز یاد میشه. شفت خواندیم دارای 3 کناره و دارای 3 وجه می باشه. و دیستال اند رو به نام هد یاد میشه. و هد یک نیک گردن قرار داره و همراه با یک استایلوید پروسس یا برآمدگی نیزه مانند. خب بینندگان عزیز، از تماشای همه شما تشکر. امیدوار هستم که ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. بازم در آخر خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید و مثل همیشه بیننده و تعقیب کننده چینل باشید. شما را به الله پاک میسپارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.